خب یک چهره خیلی شناخته و مطرح هستید، دوباره نمیخواید به سیاست برگردید؟ هر یک چیز مراحل خود دارد. همون وقت اگر یگان کسی دیگر من میدیدم که در همون جریان اشتراک میکرد، ممکن من همون کس را تله میدادم که اشتراک کند. از بس که من حس میکردم که ممکن جنگ داخلی شود و اون راهش گرفتن در کار، این بود سبب که من به سیاست نزدیک شدم. نظر شما درباره حادثه های بدخشان، حادثه های خارو در این آخر چی است؟ بیچون چرا این حادثه ها با یک قسم جوان ها رو به مرگ آوردند، دچار کردند و این برای من فرق نیست کدام طرفش. هر دو طرفش تاجیک هستند و وقتی که من در گذشته کوشش کردم که در همون سالها صلح باشد، من همیشه می گفتم که غیر امکان است که دست راست با کرد دست چپ برد، دست چپ با کرد دست راست یک تنه رو برد. ما یک تنه هستیم. هر یک حادثه و زد و خوردی که در بود و شد و ما از خداوند تعالی آرزو کنیم که دیگر نشود. و حادثه هایی که در بدخشان بودند، من درباره اونا یک چیز میخوام بگویم که هر کسی که اردستش هر چی که بیاید تا که این را اکنون با آرامی و عاقبتش یعنی به نرمی بگذرد تا که داغ در آینده نماند و برای یک لختی تاجیک این کمک شود. دولت خدا نظر به عنوان یک رژیسور آن چیزی که میخواست انجام داد یا حالا نیت‌های دارد برای آینده که باید انجام دهد؟ منظورم مثلا فکر دارد که اندیشه دارد که کدام یک فیلم چیز دیگر مثلا بسازه؟ من میخواهم یاردمچی فیلمبرداران جوان شوم در تاجیکستان، در نوبت اول در تاجیکستان. اگر کمکم با اونا در کار باشد، همین اکنون وقتی که سن سالتون به 70 نزدیک شود، شما باید فکر کنید که چند وقت دیگر داشتید و این وقت رو باید به نورست دید. این خیلی مهم است که اون امیدهایی که دارید، امیدتون در یک پیروان نماند. استاد بزرگوار، برای اینکه وقت شما زیاد گرفتیم تشکر که وقت شما کردید، با ما صحبت کردید و شما برای کار سربلندی و سلامتی تمنا دارید. موفق باشید. سلامت باشید. تشکر برای خودتون. سلامت باشید. تشکر.